عزیزم شما به من رأی بدین، من شیرموز لوله کشی میکنم تو اتاق خواباتون. آهنگ تق و تق در زدم دست پر اومدم و ممنوع میکنم که دیگه هیچ زوجی نتونه جلوی سینک و گاز و یخچال با این آهنگ برقصه. این خوبه. به من رأی بدین، پرایدو میکنم 1 میلیارد تا اونی که پراید داره با افتخار بگه ماشین لاکچری سوار میشم. مشکل ترافیکو حل میکنم. حالا بگو چه جوری؟ بنزینو میکنم لیتری 500,000 تومان. حالا تو جرأت داری ماشین روشن کن. اینا هم که همش وعده‌های الکی میدن. اگه کنترل کشور دست من بود ایرانو بهش میکردم. مادر من توی کنترل تلویزیون دستت زندگی ما رو جهنم کردی. صبح تا شبمون شده یلیز و فاطمه گل و کوزیگونه و خواهران و برادران. تازه تکرارشون هم میبینی. تو نمیخواد کنترل کشور دستت بگیری. آره کنترل کشور که نمیتونم دستم بگیرم، ولی میتونم کنترل تلویزیون رو تو حلقه تو فرو کنم. خدا بیامرز این اواخر جوه زیاد میخورد.